question, please. Alejandro Guzmán desde Tijuana, Baja California, para TI Sports. Mi pregunta es para los dos. ¿Qué nos pueden decir del cariño que han recibido por parte de la gente de Tijuana, que todos los días los visita, incluso los fue a despedir la semana pasada al hotel, luego los recibió a medianoche, y también de la hospitalidad que han recibido por parte de la institución de Xolos de Tijuana? Gracias. جا داره یک بار دیگه از دولت مکزیک، مردم مکزیک، مردم خوب تیخوانا و باشگاه خوب تیخوانا تشکر کنم که کاری کردن که ما احساس غربت نکنیم و هرچی کم لطفی که در حق ما شد اونا تقریبا جبران کردن و این نکته مهمی برای ما تو این جام جهانی بود. باز هم از همه عزیزان که این مدت اومدن تیم ملی ایران رو تشویق کردن، ما رو تنها نذاشتن، تشکر. منم همونطور که سرمربی محترم گفتم، واقعا هم خودم هم کلیه بچه‌های تیم فوق‌العاده با جو شهر تیخوانا و مخصوصا مردمی که از روز اول مثل یک خانواده اومدن از ما حمایت کردن، پیشوازمون اومدن، واقعا دست همشون رو میفشاریم و خیلی خوشحالیم از اینکه تونستیم آدمای جدیدی رو پیدا کنیم مثل آشنا و دوستای جدید خودمون و خیلی از این بابت هم خوشحالیم که مردم مکزیک فوق‌العاده مردم فوتبالی هستن و یه جورایی به ما دارن حس همون مردم ایران رو میدن، چون واقعا میبینیم که روزایی که ما میخوایم تمرین بریم و در سطح شهر با اتوبوس الان میریم، واقعا اون شرایط، اون جو فوتبالی و جام جهانی رو احساس میکنیم و جا داره یه بار دیگه منم تشکر کنم از طرف همه بازیکنان، از کلیه مسئولین مخصوصا باشگاه تیخوانا و مردم مکزیک.